بفرمایید. رأیت الناس يدخلون في دین الله و تشکر ویژه هم از این کمک‌های بسیار خوب که کشور دوست و مسلمانمون تاجیکستان عزیز و همچنین ریاست محترم جمهور امام علی رحمان برای کشور عزیزمون ارسال کردند. این حرکت رو یک حرکت بسیار خوب در اثنای این جنگ می‌دانیم. جمهوری اسلامی ایران به این حس همدلی ادای تکریم میکنه و همه ما میدانیم که این برای نیاز و احتیاج جمهوری اسلامی نیست، این برای یک پاسخ به جامعه بین المللی. استقبال صمیمی و گرم موجود در این کشور بزرگ صمیمانه سپاسمندی نمایم. مقصد از تشریف ما در این روزهای مرکب برای جمهوری اسلامی ایران این ابراز نمودن دستگیری و همدردی حکومت جمهوری تاجیکستان به مردمی و ما دوست و برادری ایران می باشد. تاجیکستان و ایران دو کشوری هستند که این همزبان و همفرهنگ بوده، دارای پیوندهای تاریخی و میراثی مشترک می باشند. این اقدام نشانه روشن همدردی مردم تاجیکستان با مردم شریف ایران و بازگوی از سیاست بشردوستانه و غمخوارانه تاجیکستان است. وظیفه دارم از جانب وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی خودم رو برای ارسال این محموله، برای ارسال همدردی، همدلی و همبستگی که از جانب دولت و ملت جمهوری تاجیکستان به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز شده رو اعلام کنم. دستی بزنید به افتخار این همکاری و عکسی به یادگار.